Hello everybody. Thank you so much for following us. ما رو در شبکه‌های اجتماعی با آیدی گلشنی تیوتر دنبال کنید و جدیدترین آموزش‌های زبان رو اونجا براتون قرار میدیم و سایتمون هم با آدرس ustadhub.com که دوره‌های آموزش زبانمون با تخفیف ویژه اونجا هستش. دوره‌های کاربردی داریم، مکالمه در 30 روز، دوره مپ 60 یا مپ 60 یعنی نقشه راه 60 روزه، یه دوره‌ای که در واقع چند تا از دوره‌های مختلف من در اون قرار داده شده با یک نقشه راه که بتونی در 60 روز زبان انگلیسی رو یاد بگیری که به اختصار مپ 60 نامگذاری شده. این دوره رو هم از سایت ustadhub.com میتونی خریداری کنی. دوره 504 لغت همراه با ترجمه هستش و دوره گرامر ضروری برای مکالمه در 25 روز. اینا دوره‌ای هستش که در سایت استادهاب من ارائه دادم و میتونی با تخفیف ویژه خریداری کنی. بریم سراغ درسمون. قراره با هم یاد بگیریم که به انگلیسی از یه نفری بخوایم که یه لیوان آب به دستمون برسونه، تشنمونه. خب please یعنی لطفاً، give me یعنی بده، a glass of water. Please give me a glass of water یعنی چی؟ یعنی یه لیوان آب به من بده. Please give me a glass of water. A glass of water یعنی یه لیوان آب. به همین سادگی. حالا میخوایم از دوستمون بخوایم که یه لیوان آب به ما بده. مثلا اسم دوستمون محسنه. محسن please give me a glass of water. اسم دوستمون مینایه. مینا please give me a glass of water. فرض کن از برادرمون میخوایم. My brother please give me a glass of water. از خواهرمون میخوایم. My sister please give me a glass of water. به همین سادگی میتونید درخواست خودتون رو مطرح کنید. امیدوارم که از جمله امروز هم لذت برده باشین و براتون کاربردی بوده باشه.